کتاب بیولوژی طبی را پروفسور میرزا همدم خالبکیان، آموزگار کافدرای بیولوژی طبی با اساسهای ژنتیکی دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا از زبان روسی به تاجیکی ترجمه کرده است. کتاب مذکور اساساً برای دانشجویان فاکولته‌های طبی و طبی بیولوژی پیش بینی گردیده وظیفه‌های اساسی ارگانوئیدها، روند سبزش، انکشاف، تقسیم شوی، مرگ حجیره‌ها، تشکل فعالیت مواد ژنتیکی، پارازیت‌های مقیم تاجیکستان و بخش‌های دیگر این رشته علم را می‌آموزاند. بیولوژی طبی اینچنین برای داوطلبان آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت دستور و راهنمای بی‌منت میباشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای باز هم بهتر نمودن علم‌های طبیعت شناسی، دقیق، ریاضی و تفکر تکنیکی نسل نورس سالهای 2020-2040 به ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان گردیده است. علم طبیعت شناسی مهمترین و اساسی ترین رکن معرفت بلند می باشد. در اساس کنسپسیون گومانیسم اِوولوسیونی انسان مسئول آینده خود می باشد، چونکه می تواند که با فعالیت خود در سیاره انکشاف و پیشبینی نماید. نشانه های اساسی علم های طبیعت شناسی این مناسبت انسان به طبیعت می باشد. بنابراین به علم های طبیعت شناسی داخل می شود بیولوژیا، فیزیکا، استرونومیا، ماتماتیکا، گیولوژیا و گئوگرافیا. هیئت کافدرای بیولوژی طبی با اساسهای ژنتیکی دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا با مقصد تأمین دانشجویان با ادبیات لازمه درسی یک قطار دستورها را تهیه و منظور کرده است که کتاب بیولوژی طبی نمونه عالی آن می باشد. از دوره پیدایش همین دانشگاه سهم همین کافدرا نیز خیلی هم بزرگ می باشد و در سالهای آخر یعنی که چقدر موافق طلبات دستور عملهای متدی و کتابهای درسی به هر فن‌هایی که در این کافدرا درس داده می شود تهیه و پیشنهاد دانشجویان کرده شده است. عموما در دانشگاه طبی همه دانشجویان با 3 زبان درس می‌گذرند، هم زبان تاجیکی و هم روسی و هم انگلیسی و دستور و کتاب‌هایی که در کافدرا تهیه شدند البته با 3 زبان تهیه کرده شده است. دوره از تحلیل ها برمیآید کتاب بیولوژی طبی فراگیر نه همه موضوع هاست. آن با نظر داشت طلبات تعلیم و تدریس در دانشگاه ترجمه و تهیه شده دانشجویان را به عمق مسئله های میبرد که در آینده فعالیتشان در بخش بهداشتی مساعدت می نمایند. یکی از فن‌هایی که هست این بیولوژی طبی می باشد و بیولوژی طبی به دانشجویان تشکل دادن دانش‌های نظریه عملی و انکشاف درجه های حیات در سطح مولکولا، در سطح حجیروی، در سطح علامت های ارثی در انسانیت به دانشجویان توصیه کرده تعلیم داده می شود که این یکی از تحکورسی در ساحه تندرستی در دانشجویان حسابیده می شود. این فن به نهایت فن مرکب حسابیده می شود. برای چی؟ خیلی که همه ما می دانیم از مکتب میانه سر کرده هم خوانندگان و همچه دانشجویان با بیولوژی مشغول می شوند. لیکن بیولوژی که در دانشگاه طبی آموزانیده می شود تنها موضوعهای انتخاب کرده شده است که با ساحه تندرستی، با ساحه طبیبان آینده همچون تحکرسی لازم می باشد. طبق اطلاع دریافته دستور مذکور در اکثر دانشگاه‌های کشورهای خارج تعلیم داده شده یکی از ادبیات نادر و از لحاظ مضمون و محتوا به طلبات تعلیم در دانشگاه‌ها
موافق می باشد. این فن از 4 باب اساسی عبارت است. یکم بابی که ما به دانشجویان تعلیم میدهیم این باب حجیره می باشد و حجیره را تمام ارگانوید ها، تمام ماده هایی که به حجیره وارد می شود به ممبران آموزانیده می شود. دوم قسمتی که به دانشجویان آموخته می شود این قسمت ژنتیکای عمومی و ژنتیکای آدم می باشد. در این قسمت یعنی علامت های ارثیت و تغییر پذیری آموخته می شود. از آن جمله قانون هایی که در آنجا جایگیر شده است و از همه اساسی ترین این ژنتیکای انسان می باشد که در آنجا تمام علامت های از نسل به نسل گذشتن و تغییرات آنها، عامل های موتاسیا که به ارگانیسم چخیل تاثیر می کند و سبب بیماری ها می شود و در آنجا بیماری های ارثی از آن جمله بیماری هایی که گنی هستند، خروموسومی هستند، گنومی هستند آموزانیده می شود. راه های پیشگیری آن با دانشجویان فهمانیده می شود و در آنجا اینچنین مشورت های طبی ژنتیکی نیز تهیه کرده می شود. از آن جمله سبب نکاح های خویش و تباری، عاقبت های نکاح های خویش و تباری در جامعه به چی آورده رسانیده می شود. محض در آن همین باب ژنتیکا تعلیم داده می شود. قسمت دیگری فن تعلیمی ما این انکشاف می باشد. در آنجا انکشاف ارگانیسم از دوره پیدایش در بطن مادر تا فوت و مرگ آن را در بر می گیرد. اینچنین قسمت های خرونوبیولوژی هست و از همه اساسی ترین و شوق‌آورتر برای دانشجویان اینچنین ریتم های بیولوژی می باشد که وابسته به وقت به دانشجویان فهمانیده می شود. و قسمت چهارمین فن ما این پارازیتولوژی می باشد. البته در طبیعت پارازیت ها زیاد هستند، لیکن پارازیتولوژی که در باب بیولوژی تعلیم داده می شود تنها پارازیت هایی که به انسان تعلق دارند یا اینکه از حیوان به انسان می گذرد آموخته می شود. دستور دیگر تعلیمی که از سوی هیئت آموزگاران کافدره بیولوژی طبی با اساسهای ژنتیک تالیف گردیده است از هر لحاظ به دانشجویان مهم و مفید می باشد. طوری بیان گردید دستورهای موجوده با مخصوصیت‌های خود از همدیگر تفاوت داشته مهمیت آموزش و دانستن بیولوژی طبی را با روش‌های معاصر تعلیم و تدریس بازگوی می‌نمایند. مؤلف کتاب مدیر کافدره پیشتره یعنی خولبکیان میرزا همدم ایوربیکویچ می باشد و اینچنین در شکل دستجمعانه ما نیز بیولوژی طبی داریم که در اینجا مفهوم هایی که یعنی که موضوع ها به قسمت ساده کرده برای دانشجویان داده شده است که یعنی تعلیم و از خودکنی دانشجو باز هم آسانتر شود. هر یک موضوعی که ما تعلیم میدیم در اینجا در شکل بسیار ساده کوتاه‌تر و همچنین در امتحان‌هایی که میسپارم برای ویها آسان فهم می باشد. این نسبت این فرق دارد، لیکن در اینجا رسم‌ها داده شده است، در شکل تبلیغ ها داده شده است. باید یادآور شویم که دستورهای ذکر شده در کتابخانه دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا محفوظ بوده. دسترسی و استفاده آن برای آموزگاران و دانشجویان، کارمندان علمی و خوانندگان رشته علم طب و بیولوژی رایگان می باشد. ظرفیت کتاب‌های موجوده در آن می باشد که آنها اساساً با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی تهیه و پیشنهاد خوانندگان گردانیده شدند. این کتاب ها در کتابخانه دانشگاه های ما هستند و آنها دانشجویان می توانند که اختیارانه از کتابخانه دانشگاه این کتاب ها را دسترس می نمایند و اینچنین در شکل اختیاری نیز به دیگر دانشگاه ها نیز مثال اجازت هست که ویا دسترس کنند. وقتی که موضوع میگیم داخلی و به زیر موضوع ها دیده می شود در اینجا درج شده است. بازم قید میکنم که تنها موضوعی که با دانشجویان دانشگاه طبی زیادتر تعلق دارد و مثال کسی که در ساحه طب تحصیل میکند در این کتاب درج کرده شده است. مثال هستند که فاکولته بیولوژی میخوانند، مثال در اونجا رستنی ها هستند، حیوانات هستند، نه در این کتاب درج نشده است. تنها موضوعی که برای متخصصان ساحه تندرستی تعلق دارد درج شده است.
дастур ва ё адабиёти мавҷудае ки бо ҷой додани аксҳои гӯё ҷиҳати аз худнамоии соддаи мавзӯъҳои дарсӣ таҳия мегарданд қобили пазириш мебошанд, зеро донишҷӯ бо дидани манзараҳо мавзӯи дарсиро амиқтару дақиқтар аз худ намуда дар анҷоми корҳои амалӣ кӯмаки зиёд мерасонанд. ҳадафи мондани расмҳо аз он иборат аст ки мисол инсон 46 хромосома дорад. Қисмати бобаша мегирам. Мисол инсон 46 хромосома дорад. яъне донишҷӯ бояд донад ки сохтори хромосомаҳо ва ҷойгиршавии хромосомаҳо чӣ гуна ҳастанд. дар ҳолате ки мисол ягон хел мутатсия таъсир мекунад, омилҳои беруна, омилҳои мутагенӣ, мисол омилҳои мутагенӣ мешаванд мисол химиявӣ ё ин ки физикавӣ ё ин ки биологӣ. вақте ки онҳо таъсир мекунанд дар ҳамин зинаи хромосома ва ба кадом хромосома агар таъсир кунанд кадом беморӣ пайдо мешавад, дар ҳамин расмҳо дарж карда шудааст ва аз ин донишҷӯ боз ҳам хубтару нақстар мефаҳмад. ба ҳамин хотир сабаби расм мондан, сабаби ҷадвалҳо мондан ё ки фарқияти байни ду мавзӯъро ё ки дувая дар ҷадвал дарҷ шудааст. ин боз ҳам барои донишҷӯён фаҳмотар ва осонтар мегардад. дастурҳои муаррифишуда дар бахши илми тиб ва махсусан омӯзишу азбарнамоии фанҳои биохимия, гистология, физиологияи нормалӣ, физиологияи патологӣ, микробиология, неврология, бемориҳои сироятӣ, акушерӣ ва гинекологӣ донишҳои заминавӣ мегузорад. бояд гуфт ки нашру бознашри чунин дастурҳо ва дастрасии он ба доираи васеъи хонандагон, хусусан донишомӯзону кормандони бахши тандурустии кишвар муҳим ва саривақтӣ мебошад, зеро адабиёти лозима ва он ҳам бо забони тоҷикӣ на танҳо дар боло бурдани дониши донишҷӯён, инчунин дар афзудани нуфузу эътибори забони давлатӣ ва соҳаи тандурустии кишвар заминаи мусоид мегузорад. ҳадафи барномаи фарҳангии маърифатии махзани хирад рӯнамоӣ ва тавсеяи китобҳои тозанашру аз лиҳози мазмуну муҳтаво ва фарогирии мавзӯъ муҳиму муфид мебошад. боқӣ қазоват аз худи шумост.